هفتم آگوست سال 2024 تقریبا ساعت 00:31 دقیقه در حدود جماعت دیوت لخش نویه لخش صدمه نقلیاتی به قید گرفته شد. یک ماشین تمغه وز که از جانب یک ساکن 38 ساله دهه چورسو جماعت لخش اداره می شد هنگام عبور از پل ماشینگذار دهه کیونده به کانال غلمه سرازیر شد. سبب این حادثه از عهده اداره ماشین نبرآمدن راننده گفته شده است. بر اثر این رویداد یک دختر 4 ساله در آب کانال غرق شده به هلاکت رسیده است. ساعت 01:45 دقیقه جسد نابالغ از طرف ساکنان پیدا و به پیوندانش سپرده شد. موافق معلومات ریاست حالتهای فوق‌العاده ولایت سوخت روز 7 آگوست سال 2024 تقریبا ساعت 2:30 دقیقه یک دختر 16 ساله ساکن شهرک زرافشان جماعت دیات زرافشان نویه عینی در دریای فون افتاده و غرق شده است. با دریافت خبر نجات کمیته حالتهای فوق‌العاده در وادی زرافشان به جای حادثه رسیده دست به کارهای جستجویی زدند تا تاریکی جستجو ادامه داشتند، ولی به نتیجه کارهای جستجوی جسد دختر نابالغ از صبح امروز از سر گرفته شد. 6 آگوست سال جاری برای ریاست حالتهای فوق‌العاده شهر دوشنبه خبر رسید که در محله جمتیپه نویه فردوسی در حوض میخکریر نفر هنگام آببازی غرق شده است. به جای حادثه نجات دهندگان ریاست حالتهای فوق‌العاده شهر دوشنبه فرستاده شدند. در نتیجه راهاندازی عملیات جستجویی ساعت 18:36 دقیقه جسد غرق شده از آب بیرون آورده شد. معلوم گردید که مرحوم ساکن 19 ساله محله گپرزه منوی سینوی پایتخت بوده در نتیجه رعایت نکردن قاعده‌های شناوری غرق شده است. جسد به کارمندان مقامات حفظ حقوق برای تشخیص سپرده شد. 6 آگوست سال 2024 تقریبا ساعت 16:40 دقیقه یک طفل 2 ساله از دهه توگرک نویه واسه از بی‌اهمیتی والدان در جویبار نزد خانه‌شان افتیده غرق شده است. 6 آگوست سال 2024 ساعت 09:54 دقیقه جسد یک ساکن 75 ساله دهه باغی و جماعت دیوت سوچان نویه شغنان که از 5 آگوست بیزرگ شده بود پیدا کرده شد. معلوم گردید که روز 5 آگوست هنگام حرکت به سمت دهه باغی از عهده اداره ماشین تمغه اوز نبرآمده دچار صدمه شده است و در جای حادثه به هلاکت رسیده است. طبق معلومات ریاست حالتهای فوق‌العاده ولایت سوخت 7 آگوست سال 2024 ساعت 17:25 دقیقه یک زن 33 ساله ساکن کوچه عینی جماعت دیوت عثمانوف نویه باباجان غفورов با قصد خودکشی خود را از بالای پل به دریای سیر واداده است. نجات دهندگان شهر خوجند سر وقت به جای حادثه رسیده این زن را از مرگ نجات دادند. سبب قصد جان کردن بانوی 33 ساله معلوم نیست.